چالش 21 روزه شکم و پهلو با رژیم روز دوم. تمرین اول و 4 ست 15 تکرار برای هر طرف انجام بده و بینشون 20 ثانیه استراحت کن. این تمرین عضلات پا و باسن، شکم و بازوها رو تقویت میکنه. تمرین دوم 4 تا ست 12 تکرار انجام بده و بینشون 20 ثانیه استراحت کن. این تمرین عضلات پا و باسن، شکم، بالاتنه و بازوها رو تقویت میکنه. تمرین سوم 4 ست 20 تکرار انجام بده و بینشون 15 ثانیه استراحت کن. این تمرین عضلات پا و باسن، شکم، بازو و بالاتنه شما رو تقویت میکنه. تمرین چهارم 4 ست 25 تکرار انجام بده و بینشون 10 ثانیه استراحت کن. این تمرین عضلات شکم، زیر شکم، پهلو و بازوهای شما رو تقویت میکنه. و تمرین آخر رو 4 ست 15 تکرار با هر پا انجام بده و بینشون 20 ثانیه استراحت کن. این تمرین تمرکز کامل بر همه عضلات پا، باسن و شکم داره.